های. خیلی خوشحالم که اینجا رو درست کردیم اینجوری و خیلی براش ذوق داشتم. دلم میخواد که کلن دیگه بیام اینجا نقاشی کنم. کلن دیگه فکر کنم فقط اینجا باشم. فقط شبا برم پایین خونه بخوابم. من کلن زندگی کردن تو شهر رو دوست ندارم. دلم میخواست که توی یه جایی، یه روستایی، یه جایی نزدیک طبیعت زندگی کنم، ولی چون نمیتونم اینجا برام خیلی خوبه. به خاطر اینکه دور برم پر گیاهه، به آسمون نزدیکم، میتونم ببینمش، در موقع سرمو بیارم بالا و نورش هم خیلی خوبه برای نقاشی کردن. کتابی که الان دارم میخونم اسطوره سیزیف کاموه و من کتابای کامو رو دوست دارم، خیلی هاشو خوندم، اما چند وقته که دلم میخواد که از داستایوفسکی بیشتر بخونم. از داستایوفسکی تا حالا قماربازشو خوندم با یادداشت‌های زیرزمینی و جفتش هم دوست داشتم. در کتابی که براش خیلی ذوق دارم بخونمش شب‌های روشنه. نمیدونم اون نصفه هنوز نمیدونم اونو ولش کنم برم سراغ این، ولی خیلی برای این ذوق دارم، خوام زودتر بخونمش. یه مشکلی که من دارم اینه که حس میکنم که هیچ وقت نمیرسم همه کتابایی که دلم میخواد و بخونم. مثلا دلم میخواد به فلسفه خوندن ادامه بدم و کتابای بیشتری بخونم ازش و دلم میخواد کتابای معروف نویسنده های بزرگ رو بخونم، دلم میخواد شعر بخونم، دلم میخواد تاریخ هنر رو دوباره شروع کنم بخوندن و انقدر چیز هست که نمیدونم مثلا کدومو بگیرم. یه عالم این چیز خوب وجود داره برای خوندن، اگر نتونم بخونمشون حس میکنم که از یه چیزی عقب افتادم و یه چیزی عقب موندم و همینه که حس بدی به آدم میده. شما هم به این چیزا فکر میکنید؟ ببین کفشوزکه رو باش دوست شو. بذارمت رو این گلا. نمیدونم خیلی کیوت بودی.